شفاخانه آریانا، شفاخانه مورد اعتماد شما. هموطنان عزیز و هممسلکان گرامی، قرار است 141مین کنگره بزرگ جهانی جراحی در شهر لایپزیگ کشور آلمان از تاریخ 24 تا 26 ماه اپریل برگزار شود. در حاشیه این کنگره در کنار پرداختن به چالش‌ها و دستاوردهای جراحی جهان و آلمان، قرار است که یکی از با ارزش‌ترین جایزه جراحی لیوناردو شوایگر و یکی از نخبگان جراحی جهان نیز اهدا شود. خوشبختانه امسال در بین جراحان بیش از 10 کشور معروف جهان که کاندیدای دریافت این جایزه هستند، اسم یکی از پیشکسوتان جراحی افغانستان هم درج شده است. ایشان استاد پروفسور دکتر بسم الله شیوامل هستند. پروفسور شیوامل در سال 1335 هجری شمسی در شهر کابل زاده شده و در دهه 70 و 80 میلادی بعد از سپری نمودن امتحان کادر علمی در دپارتمنت جراحی وزیر اکبرخان به حیث استاد و دکتر جراحی دانشگاه طبی کابل پذیرفته شده و به حیث جراح برازنده مصدر خدمت به مردم افغانستان بودند. متاسفانه به دلایل نابسامانی‌های دهه 90 میلادی در افغانستان، استاد که به رتبه علمی کهندویی نائل بودند به ترک وطن و مهاجرت به کشور آلمان مجبور شدند و توانستند در آن کشور به حیث متخصص جراحی در یکی از شفاخانه‌ها پذیرفته شوند. پروفسور شیوامل در بیش از 4.5 دهه کار مسلکی خویش هیچگاه هموطنان و هممسلکان خودش را فراموش نکرده است. از دستاوردهای چشمگیر پروفسور شیوامل میتوان از انکشاف متد ترمیم جروحات اثناعشری یاد کرد که در شفاخانه وزیر اکبرخان اجرا نموده بود و از این متد در مجمع علمی دانشگاه طبی کابل و بعدها در کشور آلمان دفاع نمودند و آن را به اسم خودشان ثبت کردند. استاد دهها کار علمی تحقیقاتی چون کیست هیداتیک کبد، تومورهای سینه در افغانستان، پریتونیت‌های تالی، پریتونیت‌های پست تروماتیک و کانسرهای کلون را نیز انجام داده و یا اینکه سهیم بودند. علاوه از نگارش 23 اثر علمی و تدریسی که در نوشتن یکی از این آثار همکاری با ایشان را نیز افتخار دارند میتوان نام برد. در میان این آثار یکی هم ترجمه و تلخیص کتاب مهم جراحی اصول جراحی شوارتز است که برای نخستین بار در افغانستان از جانب استاد ترجمه و خلاصه شده است. همچنان استاد اطلس عملیات‌های جراحی قدم به قدم را نیز نوشته‌اند که امروز در اکثر عملیاتخانه‌های کشور از آن استفاده می‌شود. استاد اولین تکست بوک جراحی بطنی را هم نگاشته‌اند که حاوی 1200 صفحه بوده و یکی از بهترین کتاب‌های جراحی برای جراحان و محصلان طب میباشد. همچنان استاد برای اولین بار روی امراض سرطانی کتاب پرمحتوایی را نوشته کرده که به حیث کتاب درسی از آن استفاده می شود. استاد بیشتر از 80 مقاله علمی و تحقیقاتی و ترجمه دارند. استاد در دهها کنگره و کنفرانس های جهانی اشتراک کرده و در بعضی از این کنگره ها مقالات علمی و تحقیقاتی هم داشتند. یکی از دستاوردهای بزرگی که استاد برای خانواده جراحی افغانستان به جا گذاشته تربیت صدها کادر جراحی است که تعداد زیاد از آنها امروز رهبری مراکز علمی و معالجوی کشور را به عهده دارند. عمده‌ترین دستاورد کار استاد سفرهای سمستروار درسی طی 2 دهه اخیر به افغانستان است که با استفاده از رخصتی‌های قانونی و مصارف شخصیشان فقط به هدف انتقال دستاوردهای جدید جراحی آلمان و جهان با ارائه لکچرهای درسی، کنفرانس‌ها و اجرای عملیات‌ها برای هممسلکان و محصلان طب کشور انجام می‌دادند. من مطمئن هستم که پروفسور شیوامل در بین جراحان معروف که کاندیدای دریافت این جایزه هستند بهترین گزینه است. باور دارم که این بار پروفسور شیوامل افتخار بزرگ دیگری را به نام افغانستان رقم خواهد زد. شفاخانه آریانا، شفاخانه مورد اعتماد شما.